تا زمانی که به غریبی نامده بودم، به شهر هجرت نامده بودم، واقعا این سختی ها را احساس نمی کردم از اون دوری. و روزی هم که آمدم، در روزهای اول هیچ چیز احساس نکردم. کم و کم دور بودن از پدر و مادر، از زن و فرزند، همین چیزها. ولی همیشه امروز که 12 روزی در هجرت قرار داشتنم است، یک نامه را در یکی از شبکه‌های اجتماعی دیدم. یک صحبت خواهرچه‌ای که با یک برادرش صحبت میکند طریق واتساپ. یاد کدوم تا چه بزن دوسته زن بزن مرخه. شنیدن صدای همون خواهرچم بسیار دلبارش کرد و سختی همین غریبی را که در آن همینجا احساس کردم و فکر میکنم که هر چقدر سختی و مشقتی هم بیاید، نمیتواند بدتر از این سختی باشه که همه عزیزا دور باشی، نتونی که خوش بگیری.